سلام دوستان عزیز، هواداران شبکه تاجفر، نوروز را به هر یک شما مبارک میگوییم. تاجیکان شهر سینسیناتی اوهایو سومنک میپزند. سومنک اصلا یک غذای ملی تاجیکی است که آن را مخصوصا در عرفه نوروز یا برای جشن نوروز آماده میکنند. خوب، تاجیکان سومنک را همگی میدانند، اما برای جوانان، برای اونا میگوییم که سومنک غذایی است که از گندمی ریشه دوانده شده آماده می شود، یعنی آن از شیره گندم است و تاجیکان سومنک را با آرزوهای نیک آماده می کنند. تهیه سومنک سنت های خود را دارد و هنگام تهیه آن هم آن رسم و آیین و آن سنت ها رعایت می شود. سومنک را عادتا تاجیکان نمی فروشند، وقتی که آن را تهیه می کنند به همسایه ها تقسیم می نمایند و هنگامی که سومنک را بار اول می چشند، آدمان دعا می کنند که خداوند آنها را تا به نوروز دیگر رساند. خب دوستان عزیز، بیایید می رویم به مراسم سومنک پزی. می بینیم که بانوان ما، تاجیکان محترم ما، سومنک را در اوهایو چگونه می پزند. رفتیم. دوستان عزیز، یکی از رمزهای اساسی نوروز این تهیه سومنک است. هزار ساله ها مردم تاجیک سومنک میپختند و حالا هم میپزند و این رمز نوروز است. یعنی گندم را سبز میکردند و بعد از شیره گندمی ریشه دوانده و سبزیده سومنک تهیه میکردند و همچنین گندمی سبز شده را که سبزه میگفتند آن را برای آرایش دسترخوان نوروزی استفاده میکردند. دوستان عزیز، بانوان زیبای تاجیک، دختران سمرقندی من در اوهایو سومنک میپزند، چون این یک غذای ملی است و خوب میبینیم که چی دارند. چهارمغز دارند، سنچیل دارند و اصول نوی گویم که گرفتن شیره را استفاده میبرند و خب حالا میپرسیم که با کدام نیت ها امسال سومنک گذاشتند و میپزند. خب مرحمت معلمه خانم گوهر. فیروز جان، وقتی که سومنک میمونند یک آرزوی هوس کردی میمونند، سال پر شرف شود، سال پر برکت شود گفته. همین سومنک امساله که خانواده علم جان هر سال میمونند، من آرزو میکنم که همه وقت همین سری بلند داشته باشند. همین چهاربینی همون یک تا بود، اکنون یک سال به 3 تا شود، 4 تا شود، موسمی شود. همین خاندان فقط سرش بلند باشد و گویند که همین چیزهای علم جان و آیدشان گوهر خان و در فهمشان مای و همین کارهای اجرا کردن. من این علاقه سومنک تیار شده، وی تیار شده، گندمی تیار شده. نبینید که در وی سنگ می اندازند، سنگچه های میده. همین سنگچه های میده انداختنش یک خصلت دارد که وقتی که همین پخته میشه، تیار میشه، که به یک سمچه غلطه آرزوشون برسد نمیگوید. با یک چیزی دیگر هم هست که نوروز میاد. بازم همین مثلا 4 مغز هم میخیل، اگر که باید اگر دراز کنید یک پیاله می، یک دوایی همونجا با وای میبیاد، یک شکوه میبیاد، یک آرزوهاشون شکسته میشه، یک کارشون پیش میرود. همه وقت همین خانتون پولی همین شادی و خرسندی و همین چیزها باشد. این چیز احیا کردگیتون از نو پختن و من همین خیلی ساختنتون به خدا اینا پیر دارد. اینا گذشته های ما حاضر همین گرد خانه شما علاقه چند داده ایستادن که ما احترام کرده همین چیز کرد. احترامی همین تا هستیم، زنده هستیم، احترامی هم گرد شما رو باشد. این مقصد های کردن های ما فقط به خاطر آنکه انعنه و مراسم های گذشته همون امروز رو بس نشون میده. من شما مثلا همین کارفاد بینیده اولیا جان و ستاره جان و من کلینمون علاقه اوش میدونن، دیدید می دستکاشون همه کار به چسبیده ایستاده است. خدا عمرکتون دراز کنه، بچه کتون حضوروش بینیتون، همه وقت همین خیلی سریع آشدانی سومنکتون باشیم. سومنک با ثبوت های خودش دارد. سومنک با یک انانه های وقت خوشکنی های خودش دارد. برای میدونید که سومنک در جور شما
دیگران در خواب ما دفتر زدیم. رحمت مکرمه از کرونا برای گپ‌های خوش‌رویتون، برای سخن‌های زیبایتون. میخوام که همه تاجیکان دنیا را با مراسم جشن نوروز تبریک و مبارک باد گویم و نوروزتون فیروز بود، هر روزتون نوروز بود. رحمت برای اویله اولمجان معروفی و ینگمون گوهرایتی برای همه تاجیکان را هر سال جمع کردگیشون تاجیکان امریکا با الهیم همین خانواده‌تون فقط شاد باشن، خانه‌تون فقط پر نور باشد، برکتون فقط برکه یابتون. تشکر زیاد. خب خانم گوهر، شما آخر به یک چی گوید که مثلا چه آرزوها دارید به هر سال سمنک میکنید؟ این انعنه رو مثلا برای چی شما زنده نگاه میدارید و به همین بعد به قسمت دیگری پختن سمنک میگذاریم. انسان در این دنیا با امید کلان زندگی میدارد و بسیار آرزوهای نیک دارد. با یکیش رسیم اگر باز دویمش اینجوری میکنیم، خدا رسانت بگیم هم با ما هر سالی که این سمنک رو ماندیم البته همه آرزو نیت هماید میگوییم وقتی پخسودن بریم باز من این سال با این سمنکی این سال با روزی نوروز این سمنک خودمون پزیم همطور شواش کدیم آماده می شواش کدیم پزیم پگاهی که دیگر مکک تقسیم کردیم. خب نوروز مبارک. به شما برای کار میخواهم. خب زحمت زیاد از پیش است. مرحمت به شما خلال نمیرسونیم، کارتو نکنید. تشکر بویش برآمد اینقدر بوی خوبی سبزه، بوی همه تازگی. این بوی رو احساس کردن در کار. بوی سبزه خودی احساس میکنید که در یگان صحرا هستید و روی سبزه ها قدم میمونید و همین بوی به مشامتون میرسد. بوی سبزه تر و تازه. و یک چیز به من معقول شد که از آنی که شبانه روز وای گندم را کوفتکو کده میگشتی، حالا از این بلندر ها استفاده بردن چقدر کار آسان میکنند. زمانه پیش می رود، از تجهیزات نو استفاده برده می شود که هنرهای مردمی قدیمه را هم زنده نگاه داشت. درست؟ یعنی وقت صرفه می شود. چقدر یک دنبه علاقه گندم کوفته. برای این چقدر زنها جمع شدند و چقدر کوکو میکردند. خب سمنک رو با کفگیرهای دراز میکوبند، چون که دست آدم میسوزد و بعد سمنک وقتی پختنش میپرد. اون که مثل اوتاله است، اون وقتی قریب پخته شدنش میپرد. برای همین از چنین کفگیرهای دستدار استفاده میبرند. من با این جمع زنها با زنهای دیگر همسایه ها همراه شده ایستادند تا اینکه کمک کنند و دست جمعانه این سمنک پزند. گندم ما یکی شیرش تیار میشه، اینا درونی دیگ میکنیم، بس آرد کدی میخته میکنیم.
انا سمالک آموده شد و دمش گرفت. حاضر لحظه های سمالک را به ایدش ها انداختن سر می شود. در همینجا دیگی کلان و سمالک کردن. سمالک است. سمالک این معنای سی مالک را میفهموند. значит молокиот ҳо сумалак тайёр шуда на дар сари сумалак омада менишастем. آماده شد. سی مالکه میکفتن نه 24 ساعت میکفتن. سی مالکه мон сумалакро ҷудо ҳозир дақиқаи фаромӯш нашаванда аст, чунки значит сумалакро аз болояш моҳон акнун ҳозир кушода расм ба мегирем, дар сурат мегирем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. сояи ба файз биёд, бо барака биёд. ҳаме комоба чӣ орзу ният дошта бошем, орзуёму барасем. набераҳои куруши кавир ҳастем, авлоди сӯхтҳо ҳастем. барои ҳамин ҳам дар оҳайо боғи куруши кабирро бунёд кардем. ин сумалакро мо барои сиҳату саломатии тамоми тоҷикони дунё ва форсизабонон آماده کردیم. نوروزتون مبارک. سپاس. نوروز مبارک. نوروز پیروز مبارک باشه. چند ساعت طول کشید؟ 12 ساعت. اوکی. Mix. You can mix if you want. Oh really? رنگ سیمالک بسیار خوشرنگ شده گه. من کاش برم کوفتت میشابه. من خیلی خوشحالم. فقط ضعیف بودم. فقط ضعیف بود. اکتیو مول. میکفتگاه بسیار بودن، خیمان نابد نیست. مهمش بسیار رنگش و طعمش نه. ثوابش هم بسیار. ثوابش هم الهیم ثوابش هم میشه. همه شمون بیاد. ملت عزیزمون بیاد. تاجیکو با. گوهر خانم و علیم جان که این نوروز رو برای ما، سمنو رو برای ما یاد دادن، نشون دادن. ما همیشه خورده بودیم، نمیدونیم کار چطور درست میکنه. اگر چمک یا سنگ افتاده دختر من فارسی خیلی خوب یاد گرفته و حتی الان داره شاهنامه رو میخونه. شاهنامه فردوسی. پس با هم دیگه داریم. اینو باید نیت کنید و کنید که میخواید. نوروز پیروز. همه هموطنان را، همه هم تاجیکان دنیا را میخوام با جشن نوروز، فرارسی جشن نوروز مبارکباد گویم. هموطنان پراکنده هم باشیم که ما همه جا به تاجیک هستیم. تبریک و مبارکباد میگویم و میخوام که همه آرزوتان جمعه امان بشد. از طرف همه ایرانی ها تبریک میگم و نوروز باستانی رو به همه تبریک میگم و همه ما، نه فقط فارسی زبان ها، تمام ایرانی ها، تاجیک ها، افغان ها، همه چون زبان های مختلف داریم ولی همه با هم هستیم. همه جشن نوروز و باستانی رو جشن میگیریم و همه با هم به همه تبریک میگیم. به همه دنیا که این جشن رو میگیرن تبریک میگیم و نوروز پیروز برای همه کسانی که نوروز رو عقیده دارن و
روز اول سال نو ما میشه. خب نوروز شما مبارک باشد. میبینم که در دست سومنو دارید. مرسی، ایشالا عید شما مبارک باشه. شما امسال علاقه سومنو چشیدید یا باری اول است؟ امسال نه، باری اول. بار اول. چی آرزو کردید؟ آرزو کردم سلامتی و آزادی برای ایران عزیز ما. خیلی خوب، حتما خدا به این آرزوها برساند. در تاجیکستان وقتی ما هر سال سومنو را بار اول میچشیم دعا میکنیم، دعا برای خود، برای خانواده و برای جمعیت. خب دعای شما چی است؟ آرزوی من برای خودم، خانواده‌ام و دوستان و تمام فامیل و ایران عزیز ما. دوستانی عزیز، امیدوارم که مراسم سومنک پزی به شما خوش آمد و من همین را گفتنیم که نوروز به همه شما مبارک باشد و خداوند ما را تا به نوروز دیگر رساند. ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان.